سلام، فائزه خادمزاده هستم، مترجم زبان اشاره ایرانی. به چنل یوتیوب من خوش اومدید. اینجا ما با هم آموزش زبان اشاره ایرانی رو داریم. توی این ویدیو میخوام اعداد رو بهتون آموزش بدم، اعداد در زبان اشاره، و همزمان با اعداد هم بعضی از کلمه هایی که اشاره هاشون با بعضی از اعداد مشترکه رو بهتون آموزش میدم و در پایان ویدیو هم سعی میکنم چند تا جمله کاربردی بهتون آموزش بدم. پس با من همراه باشید. اول اینکه فرقی نداره شما با کدوم دستتون اشاره کنید. اگر چپ دست هستین با دست چپ، راست دست هستین با دست راست. اما فقط اینو یادتون باشه که دست اصلیتون یک دست باشه. هی شیفت نکنید روی دست راست روی دست چپ. عدد یک. خب این که ساده است. این یک رو شما بیاین کنار صورتتون، این میشه یک شنبه. میتونه ضمیر هم باشه دیگه، ضمیر من، ضمیر تو و او. عدد بعدی عدد دو. دستتون همونطور که هست بیارینش اینجا، اینجوری میشه دوباره. برعکس میشه برعکس، دوباره، برعکس، برگشتن، دروغ، دودلی، دورویی و کلی اشاره دیگه که میشه با عدد دو ساخت. عدد بعدی عدد سه. سه رو میتونید اینجوری بگید، میتونید هم بگید سه. هر دوتاش صحیحه. سه و سه. دوباره بیاییدش اینجا میشه سه شنبه. دوشنبه رو یادم رفت بهتون بگم، دوشنبه هم همینه، دوشنبه و سه شنبه. عدد بعدی عدد چهار. چهارشنبه. عدد بعدی عدد پنجشنبه. خب یک تا 5 رو میتونیم با یه دست بگیم چون انگشتای ما 5 دست. اما عدد 6 خب باید چیکار کنیم؟ از دست دیگه کمک بگیریم. 6 شست دست مخالف. 6 7 اینجوری میشه اشاره هفته. 8 اشاره 9 شما باید اینجوری بگید، ولی خب من نمیتونم. 9 هم درست. و اشاره 10. حالا همین دوتا دستتون رو یکیشو بیارید پشت اون یکی، این میشه کمک و حمایت. خب برای اشاره اعداد 6 تا 10 شما میتونید از یک دست هم استفاده کنید. یعنی اون دستی که 5 و ثابته میتونید حذفش کنید. 6 7 8 9 یک دستی اینطوری نیست، این میشه 4 9 و 10. یه بار از اول بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یا 6 7 8 9 و 10. اشاره 11 تا 19. اشاره 1 تا 9 رو میگیم ولی با یه شکل متفاوت. انگشتا رو به بیرون. 11. بعد دست کاملا برعکس میشه. 11. حالا خیلی لازم نیست بگین 11 هم درست. 11. این اشاره تنها هم هست. 11 و تنها. 12 13 14 15 دو تا اشاره داره. 15 و 15. دوباره از 16 تا 19 دو دستی میشه که میتونید با یک دست هم بگید. من هر دوشو میگم.
16 ببینید دستا مخالف هم میچرخه. 17 18 19 یا 19 یک دستی 16 17 18 19 و 20. از 20 تا 90 20 ببینید 20 میاد کنار صورت تکون میخوره 20 30 40 یا 40 اینم 40 50 60 دوباره از 60 به بعد میتونید بگید 60 70 80 90 یا 90. خب حالا این برای وقتیه که مثلا 20 رونده 20 میگیم 20 ولی مثلا میشه 21 یکم تغییر میکنه دیگه انقدر نمیلرزه میشه 21 یه بار 21 22 مثلا 34 مثلا 78 مثلا 93 یا 93. خب من بهتون پیشنهاد میکنم برای اینکه گیج نشید یا فراموش نکنید یک بار برگردین و ویدیو رو از ابتدا ببینید، تمرین کنید و بیاین جلو. من فکر نمی کنم برای یادگیری اعداد به زبان اشاره به بیش از این ویدیو نیاز داشته باشید. یعنی این ویدیو براتون کافیه. اگر 3 یا 4 بار ببینیدش حتما توی ذهنتون میمونه، مگه اینکه دیگه خیلی با زبان اشاره بیگانه باشید و اصلا از زبان اشاره استفاده نکرده باشید که بیشتر نیاز به تمرین بیشتری دارید. خب ادامه میدم. از 100 تا 900 دستتون رو مشت کنید. 100 دست میچرخه و یه انگشت میاد بیرون. 100 200 ببینید 200 300 400 500 600 یا 600 700. دیگه از اینجا به بعد بدونید خودتون میتونید همه رو یک دستی بگید. 700 800 900. خیلی هم به دستتون فشار نیارید. ببینید شما وقتی که توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم مکمل زبان اشاره لبخوانی هم هست، باید لبخوانیتون هم واضح باشه. شما همین که با لبخوانی میگین 800 دیگه خیلی اذیت نکنید دستتون. 800 مثلا حتما مشت نباشه بعد اینجوری باشه، از همینجا هم 800 این یه شکلی بیاد و یه شکلی از 800 باشه و لبخونی اوکی. حالا از 100 تا 900 این اشاره های روندها رو من بهتون گفتم 100 200 300. خب حالا بریم سراغ اعدادی که روند نیستن. از همون 101 شروع کنیم. 101 یعنی انگار یه ترکیبی از قبلی هست دیگه. 101 مثلا 222 مثلا 313 ببینید 313 یکم شاید توی این 313 414 515 یکم شاید به چالش بخورید ولی نگران نباشید، با تمرین درست میشه. 845 مثلا 847 مثلا یه عدد دیگه مثال بزنم دو دستی 665. حالا اشاره 1000 تا میلیون 900,000. اشاره 1000 خیلی راحته، دستتون از پایین باید بیاد بالا. حالا با اون اعدادی که گفتم 1000 2000 3000 4000 5000 6000 یا 6000 7000
8000 9000 یا 9000 و 10000. از اینجا به بعد دیگه اینجوری میشه 20000 30000 مثلا 100000 500,000. از 11000 به بعد تا میلیون اول عدد رو میگید 1000 آخرش میگید، مثلا 500,000 75498. خب میلیون اعدادی که تا الان یاد گرفتیم میگیم آخرش پسوند به عنوان پسوند. حالا میلیون که نمیتونه پسوند باشه ولی مثل پسوندی اضافه میشه به اعداد. میلیون دستا میلیون میلیون مثلا 800 میلیون میلیون مثلا 25 میلیون 989 میلیون. اعداد مهمه، میلیون که دیگه راحت. و میلیارد، این یه دست میشه 2 دست. میلیارد میلیارد 20 میلیارد 865 میلیارد 398 میلیارد 222 میلیارد. به همین راحتی. سختیش از 1 تا 999. اینا که یاد بگیرین دیگه 1000 میلیون و میلیارد بسیار ساده است. خب چند تا جمله کاربردی قرار بهتون بگم. خب این اعداد کجا به کار میرن؟ برای پرسیدن سن افراد. خب پرسیدن سن افراد معمولا 1 تا 70-80 به درد ما میخوره دیگه. میخوایم این نفر بپرسیم چند سالته؟ چند سالته؟ ببینید اون چنده، این کلا اشاره چنده. چند سالته؟ چند سال؟ یا اصلا چند سال؟ ببین چند سالتم نه، چند سال این تو، یعنی تو چند سالته دیگه. چند سال یا چند سال اون چند سالشه. مثلا مامانت چند سالشه؟ خواهرت چند سال؟ ببینید خواهر کوچیکتره. خواهرت چند سال؟ یا برادرت، برادر چند سال؟ برادر بزرگترت برادر. پس خواهر و برادر هم یاد گرفتیم، مادر هم یاد گرفتیم. و طرف میگه که خب مثلا من 30 سالمه، من 25 سالمه، من 46 سالمه. خب 46. خب یا مثلا از یکی این میخوایم بپرسیم متولد چه سالی هستی؟ متولد، ببین متولد چند؟ متولد چند؟ تو متولد چند؟ متولد چه سالی هستی؟ و اونم مثلا بهتون میگه 1374. اوکی؟ کاربرد دیگه اعداد میشه توی قیمت پرسیدن که وارد یک مغازه میشه میگه این چند؟ چند. اشاره پولم همینه، چندم همینه، ولی فرقش چیه؟ مثلا من میخوام بگم پول، چهره‌م یه چهره عادیه پول، اما میخوام بگم این چند، میگم چند. ببین جمع شد چند، این یعنی سوال. خب چند ببین بهشم اشاره میکنم چند. مثلا اون کیفه، کیف مثلا سفیده، اون کیف سفید مثلا تو ویترینه، اون کیف سفید چند؟ خب بعد جواب میده بهتون. مثلا میخواد بگه 800,000 تومان یا مثلا میخواد بگه 2,500,000 تومان. اول 800,000 تومان رو بگیم 800,000 تومان، 800,000 تومان، 800,000 تومان یا 2,500,000. پس ما 2 تا اشاره برای کلمه چند یاد گرفتیم. چند برای سن و سال و مثلا میخوایم بگیم صفحه چنده، شماره چنده. مثلا توی صفی هستیم میپرسی شماره من چنده، شماره شما چنده. ولی برای چنده قیمت پرسیدن چند. میخوایم بگیم خونه شما چند متره،
البته این سوال رو بهتره که از کسی نپرسی. خونه شما چند متره؟ یا حیاط چند متره؟ یا فرش چند متری میخوای؟ مغازه‌دار ازتون میپرسه دیگه برفرض. سوالی. حالا من یه سوالی از شما دارم. فرض کنید میخواید از یک نفر بپرسید حقوق چنده؟ البته اینم نباید بپرسید، ولی یادش بگیرید. فرض کنید که مثلا میخواین وارد یه شرکتی بشین، میخواین ازشون بپرسید حقوق چقدر بهم میدین؟ از کدوم یکی از اشاره های چند باید استفاده کنیم؟ یکم فکر کنید و بهم جواب بدید. خوشحالم از اینکه من رو انتخاب کردین برای آموزش زبان اشاره. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید. متشکرم. خدا نگهدار.